عوامل مضر برای سلامت قلب شامل مواردی هستند که می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی را افزایش دهند. این عوامل عبارتند از سیگار، مصرف تنباکو و مواد دخانی سلامت قلب را تهدید می‌کند. فعالیت بدنی ناکافی، کمبود ورزش و فعالیت بدنی می‌تواند عوامل خطر قلبی را افزایش دهد. رژیم غذایی ناسالم، مصرف بیش از حد چربی‌های اشباع شده، نمک، قند و کلسترول می‌توانند به سلامت قلب آسیب برساند. چاقی و اضافه وزن به ویژه چربی در منطقه شکمی راه‌های قلبی را مختل کرده و عوامل خطر افزایش می‌دهد. فشار خون بالا، کنترل ناصحیح فشار خون می‌تواند به مشکلات قلبی منجر شود. مصرف الکل بیش از حد، مصرف افزایشی الکل ممکن است به عوارض قلبی منجر شود. استرس ناشی از فشار زندگی، استرس مداوم و ناتوانی در مدیریت آن نیز می‌تواند بر سلامت قلب تاثیرگذار باشد.